ای بابا پله هم که تایید نکردن، حالا پایانکار رو چجوری بگیرم؟ اجرای این راه پله برای همه مهندسا در سر شده. بیا یه بار اصولی یادش بگیر. این کار باید تراز لیزری تو بذاری روی کف پاگرد پله بالاییت. تو مرحله بعد اختلاف ارتفاعی که بین کف پاگرد پله بالاییتون با کف پاگرد پله پایینیتون داره رو اندازه میگیرید. اینجا هست 108 سانتی. بعد از اون باید فاصله پاگرد بالاییتون تا پاگرد پایینیتون ببینید چند سانتی. اینجا حدوداً 1.60. بعد از اینکه این طول و ارتفاع رو به دست آوردیم، فقط کافیه طولمون یعنی 160 رو تقسیم بر 30 کنیم، میشه 5 و 33 که به عدد بالاترش گرد میکنی. 6 میشه تعداد پلمون و بعد از اون باید عدد 108 رو تقسیم بر تعداد پلت که 6 تایی بکنی. اینطوری ارتفاع هر پلت که 18 سانتی به دست میاد. دلیل این که ما عدد 160 رو تقسیم بر 30 میکنیم اینه که عرض کف پلمون کمتر از 28 نمیتونه باشه. ما یکم بیشتر میگیریم، همون 30 رو میگیریم. و همچنین ارتفاع پلتمون هم بیشتر از 18 سانت نمیتونه